سلام، عرض ادب و احترام، وقتتون بخیر. میخوایم در مورد سیتی شکم و لگن با هم صحبت کنیم و یک سری مواردی رو در مورد لوکیشن اعضا صحبت میکنیم و موارد پایه‌ای در مورد سیتی شکم. کلا به طور کلی میخوایم صحبت کنیم. وقتی سیتی اخذ میشه و این نما رو دارید میبینید، این بر سمت چپه و این بر سمت راست بیمار هست. شما وقتی در واقع مقطع عرضی کات میشه، اول قلب رو دارید میبینید، اینجا محل بطن راست است، این نهایتا تبدیل میشه بطن چپ، دهلیز راست و دهلیز چپ و آورت شکمی رو دارید اینجا میبینید، ستون فقرات رو دارید میبینید، دنده ها رو دارید میبینید، استرنوم رو دارید میبینید. وقتی شما بیاید پایینتر، اینجا کبد شروع میکنه خودش رو نشون دادن و این عروق کبدی هست. این سفیدی هایی که دارید میبینید عروق کبدی هست. یه دو تا لکه سیاه رو شما در این سمت کبد خواهید دید. بالای کیسه صفراست و پایینی همین این که دیدید اینفریور ونا کاواست. خب در ادامه اینجا معده رو دارید میبینید که داره میاد پایین‌تر. شما اینجا طحال هست، این طحاله و این معده بیمار هست. داخل معده رو دارید میبینید و این خود معده هست. این خطی که اینجا دارید میبینید دیافراگم بیماره، کامل مشخص این دیافراگم هست. وقتی بیاد پایین‌تر، چون سیتی با کنتراست آیوی بوده، قشنگ عروق رو دارید میبینید. این آورت شکم یه شاخه ازش جدا میشه به نام شریان سلیاک که دو تا شاخه داره، یکی به سمت طحال میره و یکی هم به سمت کبد میره. جلوی اون محل قرارگیری پانکراس هستین، دارید ببینید پانکراس رو اینجا کامل دارید میبینید. یه ذره که بیاد پایینتر، در واقع کلیه رو میبینید، قشر کلیه، مرکز کلیه قشنگ قابل تشخیص هست. البته این حالت مثلثی که اینجا میبینید غدد فوق کلیه است. این بعد در ادامه شما کلیه ها رو دیدید، شریان های کلیه قشنگ قابل تشخیص هست، به وضوح دیده میشه. میرسیم به بحث روده. ببینید این در واقع حلقه هایی که کامل بشن در روده، بروز ها رو که میبینید، اینا نشون میده که روده کوچک هست و اینجا شما روده بزرگ رو میبینید که این خطوط به هم نرسیدن. این معیار تشخیصی شما هست. یه ذره که بیاد پایینتر میتونید روده رو دنبالش کنید. اینجا در واقع سیگموید رو میبینید، میاد اینور رکتوم رو اینجا تشکیل میده. این سوراخ مربوط به رکتوم هست، آنال هست. چون بیمار خانومه، قشنگ شما میدونید رحم رو ببینید، این تنابش رو دارید اینجا میبینید، رحم رو، و در جلوی رحم هم شما مثانه رو خواهید دید. در خانم ها بین رکتوم و مثانه رحم رو میتونید ببینید. این خلاصه کاملی از محل قرارگیری اعضای در واقع بدن در سیتی شکم هست که ما با هم مرورش کردیم. دوباره از اول جاشون رو چون توضیح دادیم سریعتر دوباره چکش میکنیم. کبد، کیسه صفراست، طحال، معده است، دیافراگم بیماره، آورت شکمیه، این در واقع غده آدرنال هست. کلیه ها رو اینجا دارید میبینید، شریان کلیوی رو میبینید، پانکراس رو با هم اینجا دیدیم. حالا تو این بیمار کامل نیفتاده ولی قشنگ پانکراس کامل دیده میشه و روده رو با هم تشخیص دادیم که چطوری باید بین روده کوچیک و بزرگه. در انتها هم رسیدیم به در واقع رکتوم در واقع بیمار رو نشون دادیم، آنال، و این هم رحم بیمار، و در نهایت مثانه‌اش رو میتونیم ببینیم.